رایمند کالا، دروازه تجارت جهانی در ایران. همه ما میدونیم که محصولات ایرانی از اون زعفرون و پسته بی‌نظیرش گرفته تا پتروشیمی‌های پیشرفته و صنایع دستی که واقعاً هنرن، کیفیتی در سطح جهانی دارن. اما همیشه یه سوال بزرگ وجود داشته: چطور میشه این گنجینه‌ها رو از مرزها عبور داد و به دست مشتری‌های واقعیشون تو کل دنیا رسوند؟ خب این دقیقاً همون سوال اصلیه، نه؟ سوالی که ذهن هر کارآفرین و تولید کننده‌ای رو درگیر کرده. با این همه پتانسیل فوق‌العاده، چرا مسیر رسیدن به بازارهای جهانی اینقدر پرپیچ و خم و پر از مانع به نظر میاد؟ بیاید یه نگاه دقیق‌تر به این موانع بندازیم. ببینید، این موانع فقط یه سری کلمه روی کاغذ نیستن، کاملاً واقعی‌اند. از یه طرف تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی مثل یه دیوار جلوی شما سبز میشن و نقل و انتقال پول رو تقریباً غیر ممکن میکنن. از طرف دیگه فرآیندهای گمرکی گیج کننده، پیدا کردن یه خریدار که بشه بهش اعتماد کرد اون سر دنیا و اینکه چطور محصول ایرانی رو به یه برند جهانی تبدیل کنی، هر کدوم از اینها خودش یه چالش بزرگه. حالا برای اینکه عمق ماجرا رو بهتر درک کنید، به این عدد نگاه کنید. بیشتر از 90% زعفران کل دنیا محصول ایرانه. این فقط یه آمار ساده نیست، این یه فریاده. فریادی پتانسیل اقتصادی عظیم که متاسفانه بخش بزرگیش پشت همین موانع گیر کرده. تازه این فقط داستان زعفرانه. شما فکرش رو بکنید. ولی خب اینجا که آخر داستان نیست. در واقع اینجاست که داستان جالب میشه. جایی که نوآوری و تکنولوژی وارد بازی میشن تا این معادله سخت و پیچیده رو برای همیشه حل کنن. و این راه حل رایمند کالاست. باهاش آشنا بشید. یه شرکت دانش بنیان که از قلب نوآوری ایران، یعنی پارک علم و فناوری یزد اومده. رایمند کالا یه کارگزار سنتی نیست. نه، اصلاً یه پلتفرم هوشمنده که با قدرت هوش مصنوعی تمام اون پیچیدگی‌های صادرات رو برای شما تبدیل به چند تا کلیک ساده می‌کنه. این جمله از مدیرعامل شرکت رو ببینید. این فقط یه شعار قشنگ نیست. این دقیقاً فلسفه و مأموریت اونهاست. هدفشون اینه که چالش‌ها رو به فرصت‌های شفاف و قابل دسترس تبدیل کنن. این یعنی اونا دقیقاً میدونن درد کجاست و برای درمانش یه راه حل هوشمندانه آوردن. خب سوال اینه که رایمند کالا دقیقاً چطوری این کارو میکنه؟ فکر کنید 2 تا بازوی خیلی قدرتمند داره. از یه طرف یه بازار جهانی در اختیارتون میذاره که شما رو مستقیما به خریداران عمده تو سراسر دنیا وصل میکنه. از طرف دیگه مثل یه کارگزار فوق هوشمند عمل میکنه و تمام کارهای پیچیده از کاغذبازی‌های گمرکی گرفته تا حمل و نقل و لوجستیک رو از دوش شما برمی‌داره و مدیریت میکنه. یعنی در واقع شما فقط یه ابزار به دست نمیارید. یه شریک تجاری کامل و همه جانبه پیدا می‌کنید. از پیدا کردن مشتری تو اون سر دنیا گرفته تا ارائه راه حل‌های هوشمند و امن برای دور زدن تحریم‌ها. به اینا پشتیبانی شبانه روزی متخصصاشون و کمک برای اینکه برند ساخت ایران شما جهانی بشه رو هم اضافه کنید. دیگه چی از این بهتر؟ و اینا فقط حرف و ادعا نیستن. نتایجش کاملاً ملموس و قابل اندازه‌گیریه. استفاده از این پلتفرم هوشمند میتونه هزینه‌های عملیاتی شما رو تا 30% کاهش بده و سرعت ترخیص کالا از گمرک رو 50% بیشتر کنه. این برای هر بیزینسی جهش فوق‌العاده است. این یعنی هم پول بیشتر تو جیب شما، هم زمان بیشتر برای تمرکز روی کیفیت محصولتون. و اگه فکر می‌کنید اینها فقط آمار و ارقامه، به این نمونه واقعی گوش کنید. این نقل قول از یه شرکت بزرگ پتروشیمیه که میگه همکاری با رایمند کالا یه نقطه عطف تو کارشون بوده. تصور کنید یه شرکت توی صنعت به این پیچیدگی با کمک این پلتفرم تونسته به بازارهایی برسه که قبلا حتی فکر کردن بهش هم سخت بود. این نتیجه واقعیه. حالا این عدد رو ببینید. 7 تا 10 روز. شاید در نگاه اول ساده به نظر برسه، ولی تو دنیای تجارت امروز این یه مزیت رقابتی غول‌آساست. این یعنی شما میتونید محصولتون رو سریعتر از هر رقیبی به دست مشتریهای کلیدی تو کشورهای حاشیه خلیج فارس برسونید. سرعت عمل یعنی مشتری راضی‌تر و فروش بیشتر. این یه برگ برنده واقعیه. و جالب اینجاست که این پلتفرم فقط برای یه صنعت خاص طراحی نشده.
از پتروشیمی و کشاورزی گرفته تا صنایع دستی ظریف، مصالح ساختمانی و حتی شرکت‌های پیشرفته دانش بنیان، این تنوع نشون میده که رایمندکالا یه راه حل جامع برای شکوفا کردن پتانسیل صادراتی کل اقتصاد ایرانه. فرقی نمی‌کنه محصول شما چی باشه. حالا شاید با خودتون بگید خب شروع کردن این مسیر حتما خیلی پیچیده است، ولی خبر خوب اینه که اصلاً اینطور نیست. شما فقط 4 قدم ساده تا جهانی شدن فاصله دارید. اول، فروشگاهتون رو تو چند دقیقه ثبت می‌کنید. دوم، محصولاتتون رو با افتخار به دنیا معرفی می‌کنید. سوم، از مشاوره‌های تخصصی تیمشون استفاده می‌کنید و بعد آماده‌اید که به سراسر جهان جنس بفرستید. به همین راحتی. پس حالا که یه مسیر به این سادگی و قدرتمندی وجود داره که تمام موانع رو از سر راه برمی‌داره، سوال اصلی دیگه این نیست که چرا سخته. سوال اینه: آیا دنیا برای محصول با کیفیت شما آماده نیست؟ شاید واقعاً وقتش رسیده که مرزها رو پشت سر بذارید و داستان موفقیت جهانی خودتون رو بنویسید.